الله صلی الله علیه وسلم فرمودن عقوق الوالدین، عاق کردن والدین بسیار خطرناک است. عاق والدین چیست عزیزان من؟ این نیست که مادر در زبانش بگه بچیم عاق استی عاق استی عاق استی. او جوانایی که دست نامردشان بشکنه که بر سر پدر و مادر بلند میکنن، پدر و مادر لط و کوب میکنن، اینمی خودش عاق است. او جوانی که برای پدر و مادرش توهین میکنه، اهانت میکنه، حرفی پدر و مادر گوش نمیکنه. تو جوانی که باعثی ریختاندن اشک پدر و مادر میشه، هر روز اونها را آزار اذیت میکنی و گریان، این خودش عاق است. عاق یعنی از عقوبت، یعنی عذاب. تویی که پدر و مادر را شکنجه میکنی، عذابش میکنی، رب العالمین در برابر اینمی عذابی که تو والدینت میکنی، الله تو را عذاب میکنه. و رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه دوم بزرگترین گناه عاق پدر و مادر است. و از پدر و مادرای عزیزم تقاضا میکنیم که نباید در هر مواردی، جایی که فرزندتان حق داره نظر بده، مشوره بده، جایی که حق داره در حقش تصرف کنه، نباید شما بالاخره پوچایتان برمالیده باشه و عاق کرده روان باشه. برای ما تماس میگیرن برادرها و خواهرای، بچه میگه استاد من نمیخوام دختر خاله‌ام بگیرم به اصطلاح ازدواج کنم، دوست ندارمش، مادرم گفته بچی اگر نمیره میگیری، خب نمیگیری عاقت میکنه. مادر عزیزم اینجا حق نداری تو عاق کنی. خدا بر اینمی فرزند صلاحیت داده، می حق برش داده که برش همسر انتخاب بکنه. تو چرا باید مداخله بکنی، عاقش بکنی؟ والا سه پدرم گفته اگر نمی دختر کاکایت ازدواج میکنی، خب نمیکنی، عاقت میکنم. مادر عزیزم، پدر عزیزم، عاق از خود جایی داره، جایی که خداوند برای دختر و پسرت حقی داده، حقوقی داده که او باید او تصرف بکنه، استفاده بکنه از صلاحیت و امتیازی که اسلام برش داده و برخوردار باشه، و تو او رو پایمال میکنی. در حقیقت تو در اینجا مرتکب گناه شدی. تو حق آزادی را از او گرفتی، حق ملکیت ازش گرفتی، حق انتخاب ازش گرفتی. اسلام میگه او به رضایت خودش همسر بگیره، تو میگی نه زور مسر تحمیل میکنم، همین چیز من میگم باید تو همین گپ مرا بکنی. خود تو مرتکب اشتباه و گناه شدی در حقیقت، نه او بچه. باز عاقم تو میکنی که والله مثلا بچیم به حرفیم نکرد و عاقش میکنی. عاق از خود جایی داره. اگر واقعا بچه‌ت لط و کوبتان میکنه، بچه‌ت بد اخلاقی میکنه، بچه‌ت حقتان ضایع میکنه، بچه‌ت در امور مشروع به حرفتان نمیکنه، خب شاید دلیلی داشته باشی، ولی بازم کوشش کنید عاق نکنید فرزندانتان. خودتان فرزندتان با دستتان به جهنم نسپارید. یعنی میدونی عاق یعنی چی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند در سر دروازه بهشت نوشته است که چند کس بر من ورودش حرام است، یکیش همین عاق والدین است. چرا فرزندت از بهشت محروم میکنی؟ تو خودت مادر دلسوزم میدانی، پدر دلسوزم میدانی، فرزندت محروم نکن. او جوان است، جاهل است، نمیدانه، اما خودت که یک عمر تجربه داری، یک عمری به اصطلاح بزرگ سپری کردی، مادر هستی، پدر هستی، تو باید دلسوز و مهربان باشی به فرزندت، مشفق باشی. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یک صحابی مادرش ازش ناراض بود و به اصطلاح مادرش اذیت کرده بود. در وقت جان دادن کلمه به زبانش نمی آمد. رسول الله صلی الله علیه وسلم خواست که رحم همین مادر یا شفقت همین مادر و ترحم مادر و عطوفت و مهربانیش نسبت به فرزندش ثابت بسازه. گفت یک مقدار هیزم جمع بکنید تا بچه را با آتش بیندازیم. یعنی یک هشدار بود، یک تذکر بود، باش ببینم مادرش چی عکس العمل انجام میده. مادرش گفت که یا رسول الله چرا این کارو میکنید؟ گفت تو فرزندت نمیبخشی؟ او کلمه خوانده نمیتوانه، میبینی به چی سختی جان میده، و روز قیامت خداوند او را در آتش بدتر از آتش میاندازه. فوراً مادر چون مادر است، مهربان است، وقتی میبینه که والله چقدر سخت قضیه، بچه‌ش معاف میکنه، میگه برو هر چی کردی من میبخشمت. مادر است، مادر باید بخشنده باشه، پدر باید بخشنده باشه. بچه جنایت میکنه، اشتباه میکنه، خطا میکنه، مثل که خودت مادر عزیزم یک روز دختر بودی در برابر مادر چی کردی؟ پدر عزیزم یک روز خودت پسر بودی در برابر پدر چی کردی؟ امروز هم فرزند دیدن اما ترتیب مد نظر داشته باش. فوراً این لگپی شد، والا سیب عاقش میکنم، از خانه بیرونش میکنم، از میراث محرومش میکنم. یعنی چی؟ تو باید جایگاه مادریت حفظ بکنی، جایگاه پدریت حفظ بکنی.
تفاوت است بین شخصیت پدر و مادر به فرزند. بچه اگر 50 ساله هم بشه نزد پدر و مادر همو بچه است. بچه اگر فیلسوف هم باشه نزد پدر و مادر همو بچه است. او خاطر رسول الله صلی الله علیه و اینجا گفت که اولین گناه بزرگ چیه؟ شرک است. و دومش گفت عقوق والدین است. و سومش صحابه پرسان کرد که چی است یا رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و فرمود الیمین الغموس. اوه اوه اوه، سوگند دروغ.